سلام عزیزان، امروز با یه غذای خوشمزه دمی گوجه گیلاسی همراهتون هستم. من از گوجه گیلاسی زرد و قرمز استفاده کردم، اما میتونین به جای گوجه گیلاسی از گوجه فرنگی درشت هم استفاده کنین. 2 تا سیب زمینی رو به شکلی که میبینین نگینی خوردش میکنم. برای این غذا میتونین سیب زمینی رو اگر دوست نداشتین حذف کنین. داخل قابلمه‌ای که میخوام دمی رو بپزم کمی روغن میریزم و یه دونه پیاز بزرگ خرد شده رو اضافه میکنم. حدود 1 دقیقه پیاز رو تفت میدم جوری که نرم بشه. بعد سیب زمینی خرد شده رو بهش اضافه میکنم و سیب زمینی و پیاز رو با هم یه مقداری تفت میدم. بعد از اینکه سیب زمینی و پیازمون کاملا تفت خورد، گوجه گیلاسی های زرد و قرمز رو که شستم و خورد کردم اضافه میکنم. در ضمن بگم حتما نباید گوجه گیلاسی زرد هم داشته باشیم. اینو هم بگم که من اینا رو توی باغ کاشتم و خیلی محصول داد. به میزان لازم نمک بهش اضافه میکنم و فلفل. یه مقداری همشون میزنم و بعد از اینکه یه مقداری با هم مخلوط شدن 1 لیوان آب بهش اضافه میکنم و در قابلمه رو میذارم تا بپزن. بعد از 10 دقیقه 3 پیمانه برنج شسته شده رو اضافه میکنم. هم میزنم تا مواد با هم مخلوط بشن و بعد به اندازه کافی، یعنی 1 بند انگشت آب روی برنج باشه آب میریزم. نمک هم به میزان لازم میریزم، چون ذائقه ها با هم متفاوته، برای این میگم به میزان لازم. هر کسی به اندازه ذائقه خودش و خانواده‌اش میتونه نمک بریزه. در ضمن ادویه پلویی هم قبلا آماده کردم، لینک اونو براتون این بالا میذارم. اگر خواستین میتونین از ادویه پلویی هم استفاده کنین. در قابلمه رو میذارم. بعد از اینکه جوش اومد یه هم میزنم و بعد حرارت رو کم میکنم. در قابلمه رو میذارم تا آب خشک بشه و برنجمون دم بکشه. من چون از روغن حیوانی استفاده کردم در آخر روغن رو میریزم که برنج به خودش نکشه. 20 تا 25 دقیقه بعد غذامون آماده سرو میشه. دوستان عزیز، جای همه شما خالی و خدا نگهدارتون.